بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام جناب آقای انصاری بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بنده خود دوست جناب عالی هستم، از اهواز زنگ میزنم. نمیشناسی؟ از اهواز آقا محمد. بله بله. بفرمایید برادر عزیز و بزرگوار از اهواز. در خدمتتون هستم. خواستم از شما تقاضا بکنم با این آقای شریفی صحبتی بفرمایید. چه اشکال داره؟ حالا مردم بفهمند. حالا به قول معروف حق یه چیزی روشنه. اون حرف حقی میزنه، آدم دنبال حرف حق هستیم. شما حرف حقی میزنید. آقا محمد بزرگوار، شما در جریان هستید که ایشون دو مرتبه اخیراً، یعنی دو مرتبه صحبت داشتن، یکی مفصل در 1.5 ساعت، دفعه بعدش هم تقریبا من همینجا کلیپشو خدمتتون نشون بدم که حدود 20 دقیقه صحبت داشتن. ما غیر از دروغ و خیانت و تلبیس چیزی دیگر از ایشون ندیدیم و بارها این تحدی رو اعلان کردیم که آقای قزوینی ایشون رو به عنوان نماینده خودش تعیین کرد که بیاد و از دروغ‌های قزوینی دفاع بکنه. ما هم یکی از دروغ‌های آقای قزوینی رو که همون تهمت زدن به کتاب سیر اعلام نبلا بود که گفته که آقای ذهبی امام محمد ابن اسماعیل بخاری رو ثقه نمیدونه و ضعیف میدونه. ما گفتیم که اینجا قزوینی دروغ گفته و شریفی اومد خواست از این دروغ قزوینی دفاع بکنه، ولکن به خاطر یک دروغ قزوینی چندین دروغ دیگه گفت. ما هنوزم اعلان میکنیم که شبکه جهانی وصال حق آماده است که با قزوینی یا نماینده های رسمی قزوینی که بخوان فقط از همین دروغ قزوینی دفاع بکنن که امام ذهبی در کجا محمد ابن اسماعیل بخاری رو تضعیف کرده. اگر که مردانگی و جرأت و شهامت دارن، شماره تلفن های ما زیرنویس شده، زنگ بزنن و دفاع کنن. حالا من خودم وجداناً آقای انصاری از شما چه بنام باش صحبت کردم، میگه جواب تلفن من نمیده، هر چیز زنگ میزنم پشت خطم جواب رد تماس میزنه. دروغ میگه. میدونی که آدم دروغگویی نیستم. ایشون دروغ میگه، شریفی دروغ میگه. شریفی آقای شریفی. ولی از این شد خدمت شما من چند دفعه باش تماس گرفتم، از خود ایران باش صحبت کردم، گفتن که هر چی زنگ میزنم این آقای انصاری جواب رد تماس میزنه. دروغ میگه. الان ایشون زنگ بزنه، همین الان من منتظر تماس ایشون هستم. از همون شماره‌ای که ما بلاک هم نکردیم، چند هفته پیش کسی دیگر از همون شماره زنگ زده بود. اتفاقا من همونجا اصرارم کردم که گوشی رو بده به شریفی. از همون شماره تلفنی که شریفی صحبت کرده بود کسی دیگری زنگ میزنه از همکارانش، از دوستانش. ایشون اگر شهامت و مردانگی داره زنگ بزنه. من که تو ایران هستم خبر دارم آقای انصاری بزرگوار جانم. عرض بخیر، من خب اطلاع دارم این آقای شریفی اینی نیست، آخوندی نیست، ها خدا گواه هست. هرچی هست ایشون هرچی هست برای ما شریفی و همراهان شریفی به اندازه لنگ کفش منم ارزش ندارن. منتها چون که آیت الله قزوینی مدیر شبکه ولایت ایشون رو به عنوان نماینده رسمی خودش تعیین کرده بود، ما به ایشون اجازه دادیم که زنگ بزنن و به عنوان کسی که بهشون وقت بدیم و باش گفتگو بکنیم و ارزش گفتگو رو داشته باشه، ما باش صحبت کردیم. اما دیدیم که غیر از توهین و اهانت و دروغ و تلبیس و خیانت چیز دیگری در چنته نداره. نه آقای آدم باید حق و به قول معروف بگه. من خدا گواه چندین بار دیدم ایشون هیچ توهینی هم نکرد وجدانن. عرض میشود خدمت شما همه ملت هم دارن میبینن. خدا گواه است اندالله من ندیدم روزی توهینی بکنه، نه به شبکیه کلمه، نه به شبکیه شما، نه به خود شخص شما. فقط داره دفاع کنه از عقیده‌ای که داره. دفاع کردن از عقیده حرف به قول معروف حقی بزنه، آدم باید حرف حق رو بشنوه. این اصلا این
سخن پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سخن قرآنه. این آقا میگه در قرآن آقا میگه شما نقل همه رو بشنوید، اون اصل که اون به حق نزدیکتره مردم گوشش بدن. آقای محمد از اهواز، هر کی میخواد بیاد بیرون. آقا محمد از اهواز، اینم ادب آقای شریفی. گوش کنید. گوش کنید. به همین دلیل واقعا هم حتاکیاش، خب اصلا حتاکی نمیپذیرن. هیچ انسان سلیم النفسی قبول نمیکنه حتاکیاشو به این صورت. هیچ انسان سلیم النفسی قبول نمیکنه حتاکیاشو به این صورت. آقا چرا حرف منو قطع میکنید؟ تو قول ندید 5 دقیقه ساکت باشی. اگر که چپ و راست رفتی من گفتم که من قطعت میکنم. خائنی هستی که تو حرف میپری تا وقت میپری. فحاشی نکن. منافق و خائن رو بینندگان عزیز میشناسن. چرا 5 دقیقه منو قطع کردی؟ چرا منو قطع کردی؟ آقا در چارچوب موضوع صحبت بکن. دقیقاً تو موضوعیه. من دارم موضوع رو مشخص میکنم. یک نص از امام ذهبی بیار که گفته باشه محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست. بسم الله. ساکت باش. آقا روزه ساکت باش. گوش کن. کنم. من نفاق تو نشون بدم، هم کذب تو، هم دروغگویی تو، هم دزدی. بینندگان عزیز و گرامی، قضاوت با شما عزیزان. این آقای علی شریفی بود به نمایندگی از قزوینی. خیلی دوست داشت که با من مناظره بکنه. تضعیف این سه تا علما اهل سنت میرن به خاطر که این دزدای آخر زمان که مناظره پول دیدن. آقای علی شریف فرار نکن، قضیه ملازاده رو مطرح نکن. آقای علی شریفی شما مرد هستی، از استاد دروغگو دفاع بکن. بسم الله. گفتی شریفی گفته غلط کردی، گفتی چون تو دیوان و ضعف و متروکی نیست. گنزنی میشه ابروحتی بهامی می‌بردی. من دارم صحبت می‌کنم تا می‌بینید گنزنی می‌خوام دروغ تو بکنم تا نخیر، دروغ نیست. شما می‌خوای حاشیه بری وقت رو تلف بکنی. آبرو تو موقعی را که پولم ملازم ببین آقای شریفی منافقت نکن. مرد باش، 1 کیلو باش، مرد باش. حرف قزوینی رو دوستان کلیپش آماده بکنن. نص حرف قزوینی رو ما پخش کردیم، الان هم دوستان آماده میکنن، پخش میکنیم. شما لطفاً بگو که ذهبی در کجا محمد ابن اسماعیل بخاری رو گفته که ثقه نیست و ضعیف است. بسم الله. 1 کلمه از ذهبی بیار. خب تو که میگی 3 ماه منتظری که من تو همین صبح 20 دفعه زنگ کنم قطعم کردی که دروغ گفت. به خاطر که بی‌ادبی، به خاطر اینکه تربیت نداری. اگر ادب و تربیت داشته باشی، اینجا کسانی اومدن 1 ساعت هم با من صحبت کردن، من قبول نکردم. من از دروغ‌های بقیه‌شون میگذرم، سراغ همین موضوعی که این آقا میگه میرم. بسم الله. وقت اینقدر تو سواد نداری. خب بی سواد اسم این کتاب ثقاتی که لین بهشون عزیزم در به عنوان یک شخصیت آقا این دیوان از ضعفا و المتروکین دوستان عزیز نشون بدن. آقای انصاری تو اگه سواد داشتی میفهمید. آقای انصاری خب تو که نمیفهمی. بسم الله. نامردون کسی که قول میده و زیر قولش میزنه. گفتی 5 دقیقه وقت میدم، این حرف ذهبی رو میخوام بدونم چرا قسم می‌خوری؟ بفرما حرف خود ذهبی در کجا گفته؟ آقا این دفعه اگر اومدی تو حرفم مشخص میشه نامرد کیه. من آقای نامحترم 2 دقیقه ساکت باش، بحث لفظ بذار. آقای محترم. آقا 3 دقیقه تایم تو بگی تو حرف من نپس 3 دقیقه وقت من بذار تو موضوعم دارم صحبت میکنم. علی که حاشیه هم نره. این کوچه بازی هم در نیاد. 3 دقیقه تایمر بذار. آقای علی شریفی لطفاً صحبت بکنید در مورد دروغ قزوینی که گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری رو ذهبی تضعیف کرده. خواهش تایمر نمیذارم، همینجا تایم، همه بینندگان تایم بگیرن. بسم الله. ساکت باش، حرف من نفر. مؤدب صحبت بکن در مورد موضوع. 1 کلمه خارج از موضوع صحبت نمی‌کنی. دیگه ای بابا مسخرهشو در آوردی تو با این اخلاقت. ساکت باش دیگه. خب تو اگر مردی تو حرفم نپر. بسم الله ساکت باشی پس. من بالا کوه تو حساب کن. شما جهمیه رو کافر می‌دونی، یعنی از نظر آقای زهلی بخاری کافره. قرآن بوده؟ قرآن بوده؟ این نفاق ذهبی رو نشون میده. بسم الله. دروغ عبدالقدوس دهخان من رو کنم اینجا. توهین نکن آقای شریفی. مرد باش. گفتم 1 کیلو باش، مرد باش و حرف ذهبی رو بیار که در مورد امام محمد ابن اسماعیل بخاری گفته باشه. مثل سگ میترسی تو که بر تو مثل عضو هم خر تو گل فرو بری دیگه نتونی بیای بیرون. خب عقل این آقا به اندازه گاوه. این آقا مثل مگسی که دنبال این هست که فقط بره جاهای آلوده بنشینی. از این مادرهای مشنگشون سوال کنن که چیکار کردن. این احمقها اینقدر پست باشن، اینقدر رذل باشن، به قول میگن شرم و بی‌حیایی
حد داره دیگه. به قول آبرو حیثیتی برای تو، برای شما عرض کنم نماند. این خل و چل بلای مال خلیایی شده. آقا این دیوانه است، این عقل نداره، شعور نداره، سواد نداره. اینقدر لامذهب و بیدین باشن. خب به این اندازه اکتفا میکنیم آقا محمد از اهواز. بله. حالا یکی مثلا میاد، حالا شما ببینید این کجاش مناظره و گفتگوست. خائن، منافق، دزد، کذاب، غلط کردی، گند زدی، سواد نداری، نمیفهمی، نامرد، نامحترم، بزکویی. شما رو با خدا، یعنی این ادب مناظره است که شما از ایشون دارید تعریف میکنید. جانم. جناب آقای انصاری برادر عزیز بفرمایید. عرضم این است، میخواستم خدمتتون عرض کنم من همه این کلیپ‌ها رو دیدم، چندین بارم دیدم. من حقانه الله رو بالا سر بگیرم و قضاوت بکنم به همه بینندگانم میدونم من فقط حق رو میشناسم. یعنی اگر پامو بخوام بذارم رو حق، خدا انشاءالله این جونم رو بگیره. آقا محمد، آقا من اینو به خاطر این پخش کردم که جناب عالی به عنوان یک انسان صادق و راستگو اومدید گفتید که ایشون با ادب و با اخلاق صحبت کرد. من گوشه هایی از ادب و اخلاق ایشون و استاد بزرگوارشون جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی رو نشون دادم که به مخالفینش سگ میگه، خر میگه، به مادراشون توهین میکنه. من گوشه از ادب اینا رو خدمتتون نشون دادم چون شما گفتید که ایشون با ادب و اخلاق مناظره میکنه. من از شما یک درخواست دارم. شما میگید که من همه این کلیپ ها رو دیدم. شما به عنوان یک شیعه، آفرین، به عنوان یک شیعه بله، بیایید در کجا ذهبی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ضعیف است و ثقه نیست؟ بفرمایید. جناب آقای انصاری بزرگوار، خدمتت که عارضم، شما لطف بکنید تمام سخنرانی آقای دکتر قزوینی رو بذاری، یک کلمش رو گذاشتن این از میشد خدمت شما چیزی رو نمیرسونه. همشو گذاشتیم آقای محترم. آقا محمد خواهش میکنم این حرفا، آقا محمد خواهش میکنم وقت برنامه رو نگیرید. یعنی اگر من حرف موافقی با شما زدم و آدم درستی هستم. آقا محمد آقا گوش کنید. این حرفا کنه شده. ما کلیپ کامل ایشون رو پخش کردیم، تو برنامه زنده پخش کردیم، مسخرش هم کردیم. اولین برنامه‌ای که کلیپ پخش شد در برنامه حجت بی حجت بود. بعد از اون ایشون اومد که میخواست از این دروغ دفاع بکنه. ما کلیپ رو کامل پخش کردیم. اگر شما ادعا میکنید که کلیپ قطع و برید شده، آقا محمد بزرگوار، اینجا ما باید به عقل و شعور بینندگانمون احترام بگذاریم. شما آقا محمد میخواهید که دفاع بکنید از آقای آیت الله قزوینی، لطف و بزرگواری بفرمایید. کلیپ ایشون رو خواهش میکنم. آقای محمد خواهش میکنم حرف منو گوش کنید. خواهش میکنم. والله من فقط حرف حق رو میزنم. آقای محمد منم از شما حرف حق رو میخوام. شما گذاشتید یک کلمه بود. آقا محمد یک کلمه نیست. یک کلمه نیست. من طرفدار اونا نیستم. ببین آقای انصاری، من طرفدار، من میگم آقا کسی رو اگر میخواید بشناسید باید تمام گفتارش بذارید. تمام گفتاشو به خدا تمام گفتاشو گذاشتیم. تمام گفتاشو گذاشتیم و در چندین برنامه هم گذاشتیم. اگر جناب آقای دکتر قزوینی فقط وهابیت رو بد و بیراه گفته، اگرم بد و بیراه نه به عنوان فحش خدایی نکرده. من ندیدم کسی فحشی در شبکه مثلا ولایت روزی که فحشی کسی به کسی داده باشه یا کسی رو تکفیر کرده باشه. حتی آیت الله قزوینی میگن مثلا آقا اون وهابی‌ها رو هم دعا براشون میکنن. به ماها میگه آقای محترم، من از همه حرفاش میگذرم. میگه برید از مادرهای مشنگتون بپرسید که شما چرا دشمنی دارید با علی و اهل بیت. شما رو با خدا چرا به من میگه از مشنگم بپرسم؟ برادر من خب اینجا طرفدار شما هستم. من میگم اینجا آقا ما هر کی بودیم الان همه مردم دیدن تو جریانات انتخابات آقا وقتی فرمایش کرد آقا کسی که با من دشمنه بیاد رأی بده، مردم وقتی اسلام دوست دارن میرن رأی میدن. حالا شیعه سنی نداره، ما اهواز کم سنی داریم. مثلا من تنها هستم. آقا محمد بحثمون به یک جایی برسه، به یک نقطه پایانی برسه. شما لطف کنید همین کلیپ آقای قزوینی رو که میفرمایید ما یک تیکش رو گذاشتیم در مورد امام ذهبی، همین رو کامل پخش بکنید یا حرفشون رو کامل بگید و از ایشون دفاع بکنید. بفرمایید. آقا امام ذهبی خیلی حرفا زده. عرض می‌شد خدمت شما آقای خیلی ما تو آقای مجلسی هم حدیث ضعیف هست توی نمیدونم
صحیح بخاری هم خودتون فرمایش 20% حدیث‌های ضعیف هستن. دروغه. من نگفتم این دروغه. من نگفتم اینو. دروغه. من نگفتم 20% بخاری ضعیف هست. اینو من نگفتم. دروغه. هر کسی گفته دروغه. هر کسی گفته دروغ گفته. درست ندارم. من نگفتم. به من دروغ نبندید آقا محمد. من نگفتم اینو. من نگفتم. نه آقای هاشمی گفت. آقای هاشمی هم نگفته. آقای هاشمی هم نگفته. من خودم باشو صحبت گفتم. آقای هاشمی هم نگفته 20% بخاری ضعیف است. نگفته. والله گفتم. بالله گفتم 20% 20% 20% 20% بخاری ضعیف است. این آقای هاشمی نگفته. من خودم اینو شنیدم به گوش خودم. سبحان الله. خب اینجا مسئله آقای هاشمی نیست. شما گفتید که آقا محمد شما گفتید که تو گفتی به من گفتید این مسئله رو، اما من نگفتم در مورد بخاری که 20% ضعیف است. این دروغه. ندارم آقای صدا خط میشه. خب تشکر میکنم. صدا ندارید شما. حرف آخریتون رو بگید آقا محمد. با شما خداحافظی میکنم. آقا محمد از اهواز. من خواهش میکنم عزیزانی که میخوان از قزوینی و شریفی دفاع بکنن بیان همون مطالبی رو که ما از اینها پخش کردیم واقعیتشو بگن. آقا محمد شما که به دنبال حق هستید، یک آیت اللهی مدیر یک شبکه در روز روشن میاد دروغ میبنده به یکی از بزرگان اهل سنت. من الان خوب شد که این قضیه پیش اومد که من یک کلیپ رو اینجا خدمتون پخش بکنم. احمد جان این کلیپ رو پخش بکنید. اینها کتاب الدرر الکامنه فی اعیان معت الثامنه دیگه. آقای ابن حجر عسقلانی به قول آقایان جز 4 نفری است که اهل سنت ایال کنار سفره این 4 نفر هستن. ببینید ایشون میگه آیت الله قزوینی روایتی رو، حرفایی رو میارد از کتاب ابن حجر عسقلانی. این انسان منافق، و من وقتی که میگم منافق به اینها، اینا منافق به معنای کلمه هستن و ثابت میکنم منافق هستن. الان ثابت میکنم که اینا منافقن و منافقین در صدر اسلام بودن، در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن، الان هم هستن و تا قیامت هم خواهند بود. میگه که ابن حجر عسقلانی در کتاب الدرر الکامنه در این کتاب گفته. چی گفته؟ با هم میشنیم. و منهم من ینسبه الی الزندقه لقوله ان النبی لا یستغاث به و ان فی ذلک تنقیصا و منعا من تعظیم النبی. بعد ایشون میگه برای شما عرض کنم از علمای بزرگ علیه ابن تیمیه فتوا دادن، چنین کردن چنان کردن. خب اینها نمونه‌ای برای شما عرض کنم چیزی. یا بله الان شما چه فهمیدید از این کلیپ؟ این میخواد بگه که ابن حجر عسقلانی در این کتاب اومده در مورد ابن تیمیه این حرفا رو زده. من تقریبا 1.5 سال قبل کلیپ دیگری که در یکی از این برنامه‌های شبکه ولایت در همین مورد صحبت کرده بود آوردم پخش کردم. کتاب الدرر الکامنه رو آوردم همینجا جلوی دوربین نشون دادم. چند روز پیش باز دوباره همین دروغ رو تکرار میکنه در شبکش، در حالی که در این کتاب ابن حجر عسقلانی دفاع میکنه از ابن تیمیه. در کتاب الدرر الکامنه ابن حجر عسقلانی در اینجا میاد از ابن تیمیه دفاع میکنه و حرفهای اینها رو رد میکنه. در جلد 1 صفحه 183 من فقط یعنی مختصری بعد از اینکه میگه که مثلا بعضیا این چیزها رو نسبت دادن به ابن تیمیه و فلان کردن، این میاد چی میگه؟ هیچ چشمی مانند او را به خود ندید و خود او نیز مانند خود را به چشم ندیده بود. در تفسیر قرآن سخن میگفت و عده زیادی در مجلسش شرکت کرده و از دریای جوشان او برای خود جرعه می گرفتند و از گلستان دانشش بهره می بردند، تا اینکه برخی از همشهریانش نسبت به او حسادت ورزیدند و عده‌ای را تحریک کردند تا از او ایرادهایی گرفته و وی را به خاطر آن تبدیع کنند و تیرهای تبدیع را به سوی او نشانه گرفته و گمان کردند او از مسیرشان جدا شده و میان آنها تفرقه ایجاد کرده است. شیخ الاسلام ابن تیمیه با آنها منازعه کرد و آنها نیز با او منازعه کردند. او با برخی از آنها قطع رابطه کرد و برخی از آنها نیز با او قطع رابطه کردند. ببینید که ابن حجر عسقلانی در ذیل این
حرفایی که نقل میکنه از دشمنان شیخ الاسلام ابن تیمیه چی میگه و این آخوند منافق میگه ببینید این ابن حجر، اول میاد تعریف میکنه این ابن حجر که از 4 نفری هستن که اهل سنت نمیدونم فلان، تعریف این شخصیت رو میکنه، بعد سخنی را از ایشون نقل میکنه، نسبت میده به خودش، نسبت میده به ابن حجر عسقلانی، کتابی که رد میکنه، کتابی که دفاع میکنه از شیخ الاسلام ابن تیمیه. این کتاب رو میاره طوری وانمود میکنه به بیننده که انگار در این کتاب بدگویی است از شیخ الاسلام ابن تیمیه از زبان ابن حجر. این نمونه ای است آقا بیان از این دروغش دفاع بکنن، از اون که گفته بود که ذهبی در سیر اعلام نبلا و یا در کتاب‌های دیگرش. من اینجا اعلان میکنم تحدی به قزوینی و شاگردانش و 200 تا مرجعی که تو شبکه ولایت دارن برای اینا برنامه میسازن. مرد هستید، جرأت دارید، واقعا اگر فرزند پدرانتون هستید بیایید از این دروغ قزوینی دفاع بکنید که آقا در کجا ذهبی گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری ثقه نیست و ضعیف است. اگر این شهامت و مردانگی رو در خودتون دارید بیایید از دروغ استادتون دفاع کنید.